حالا فکر کردی چرا ایران تابستون داغ و زمستون معتدل داره ولی اروپا زمستونش نسبتا مدرن‌تر از آمریکای شمالیه؟ یا اینکه چرا بعضی کشور همیشه گرمن و بعضی همیشه سرد؟ اگه فکر میکنی که اقیانوس‌ها فقط برای موج سواری و ماهیگیری و اشغالن سخت اشتباهی. البته اونا هستا، ولی خب چیزی که میخوام بگم خیلی مهمتره. امروز میخوام با یه ماجرای جالب آشناتون کنم که توی دل اقیانوس هست. کمربند نقاله اقیانوسی و جریان گلف استریم. باید بگم که جریان‌های اقیانوسی زندگی ما را از زمین تا آسمان تحت تاثیر قرار میدن. این جریان‌ها آب و هوا، اقلیم و کلی چیز دیگه رو تعیین میکنن. در واقع اونا یک موتور بزرگ برای اقلیم جهانی هستند که گرما رو از استوا به قطب‌ها میفرستن. توی اقیانوس‌ها پر از جریان‌های مختلفه، اما یکی از مهم‌تریناش همین کمربند نقاله اقیانوسیه. این کمربند نقاله اقیانوسی ترکیبی از جریان‌های آبیه که باعث میشه از 4 تا از 5 اقیانوس بزرگ دنیا آب‌هاشون با هم قاطی بشه. به این جریان گردش ترموهالین هم میگن که ترمو یعنی دما، هالین هم که یعنی محتوای نمک. این دو تا فاکتور برای چگالی خیلی مهمه. حالا شاید فکر کنید باد هم میتونه این آبا رو حرکت بده. خب درسته، ولی در درجه اول نه. اصل ماجرا چگالی آبه که باعث میشه آب گرم بره بالا و آب سرد بیاد پایین. آب گرم چگالی کمتری داره و بالا میره و آب سرد که چگالتره میاد پایین. اگه نمک هم بیشتر باشه که چگالی آب بالاتر میره. پس نتیجه چی میشه؟ یه جریان خیلی بزرگ که کل زمین رو زیر و رو میکنه. همینجا از استوا شروع میشه، جایی که خورشید انگار داره با آب اقیانوس دوئل میکنه. گرما اونجا انقدر شدیده که کلی از آبها تبخیر میشن و در نتیجه نمک آب میره بالا. اینجا هم اونجاییه که جریان افسانه‌ای گلف استریم متولد میشه. گلف استریم فارسیش جریان خلیج میشه، ولی من یکم گوگل کردم دیدم اکثر همه گلف استریم رو استفاده کردن و جریان خلیج یک نقاشی معروفه، پس هم گلف استریم رو استفاده میکنیم. جریان گلف استریم انقدر طولانیه که 10,000 کیلومتر طولشه. خیلی زیاده. فاصله رشت و بندرباس فکر کنم 2500 کیلومتر، فرض کن 3 بار بری و بیای. این جریان با سرعت 2 متر بر ثانیه حدود 100 میلیون متر مکعب آب رو تو هر ثانیه به سمت اروپا میبره. 100 میلیون متر مکعب یعنی من حساب کردم حدود 40,000 استخر المپیک رو توی 1 ثانیه جابجا میکنه. یه جوری مثل یه جت آبیه که از خلیج مکزیک تا اروپا میره و حسابی آب رو گرم میکنه. دمای آب تو خلیج مکزیک تا 30 درجه سانتیگراد هم میرسه در ضمن. یه باد قدرتمند به نام باد تجارتی جنوب شرقی همیشه آبهای گرم رو سمت شمال غرب میفرسته. بعد هم چرخش از این بادها غربی جریان گلف استریم رو به سمت اروپا میکشن. یا قسمت میره جنوب، یا قسمت میره شرق و یا قسمت هم میره شمال. همین جریان شمالی که بهش جریان شمال اقیانوس اطلس میگن کلی گرما رو به اتمسفر میده و در نتیجه آبش سرد میشه، چگالیش بالا میره و توی یه نقطه مشخص بین گرینلند، نروژ و ایسلند فرو میریزه و اونجا بزرگترین آبشار زیردریایی دنیا رو داریم که طولش حدود 3.5 کیلومتر یا عمقش تقریبا اندازه کوه سهند. گلف استریم نه فقط آب بلکه حتی حیوانات هم جابجا میکنه. از کارائیب تا شمال یه دور دریایی مجانی برای ماهی‌ها، لاک‌پشت‌ها، نرگ‌ها. علاوه بر اینا همراهش کلی هوای گرم میاره که اروپا رو از سرما نجات میده. گلف استریم نبود اروپا زمستون یخزده و زمینای بیباری میداشت. حتی تخمین میزنن که اگه این جریان نبود دمای حداقل 5 تا 10 درجه سردتر میشد. دانشمندان دارن هشدار میدن که تغییرات اقلیمی میتونه این جریان رو متوقف کنه. اگه یخ‌های قطبی آب بشن که دارن میشن، محتوای نمک آب پایین میاد و چگالیش کم میشه. دیگه اون جریان سنگین به سمت پایین نمیره و تو بدترین حالت پمپ حرارتی اروپا از کار میفته. البته بعضی کارشناسا میگن شاید تغییرات اقلیمی این اصلا رو جبران کنه. راستش تغییرات آب و هوایی چیز تازه نیستش. تو تاریخ زمین همیشه بین دوره‌های یخبندان گرم دوره‌های مختلفی داشتیم. ولی هرچی که باشه یه چیزی واضحه. اگه اقلیم تغییر کنه، سیستم پیچیده جریان‌های اقیانوسی و بادها هم تغییر میکنن و ما هنوز دقیق نمیدونیم چی در انتظارمونه. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشین و چیز جدید یاد گرفته باشین. اگر هم انتقاد یا نظر دارین برام تو کامنت ها بنویسید. تا ویدیو بعدی، بدرود.